سلام به شما بورسنمایی عزیز، من علیرضا رئیسی هستم و در این ویدیو میخوایم بررسی جامع و دقیقی نسبت به شاخص کل بورس داشته باشیم. این روزها میبینم که برخی از دوستان و همکاران ما در پیجشون در شبکه اجتماعی اینستاگرام تحلیل هایی را در خصوص شاخص کل بورس گذاشتن که بیان کردن، یعنی پیش بینی و تحلیل کردن که شاخص میتونه تا 200,000 واحد افت داشته باشه و همین مسئله باعث شد که خیلی از شما دوستان عزیزم نگران بشید و مضطرب بشید که از اینکه وای دوباره میخواد شاخص بریزه و ما دوباره کلی بایستی وارد ضرر بشیم. هنوز ضررهامون جبران نشده، قرار دوباره ضرر کنیم. میخوایم ببینیم که واقعا داستان چیه و آیا واقعا شاخص میخواد تا 200,000 واحد افت کنه یا نه اصلا داستان یک چیز دیگه ای هستش. اگر مشتاق هستی و ببینی که تحلیل درست و اصولی نسبت به شاخص کل بورس به چه صورت هست، با من تا انتهای این ویدیو همراه باش. اما قبلش ازت میخوام که لایک خوشگل مربوط به این پست رو برای من بکوبی و من انرژی بگیرم از انرژی که تو برای من میذاری و بتونم یک تحلیل عالی رو برای شما دوست عزیزم داشته باشم. مرسی که لایک میکنی، مرسی که از من و پیج بورسنما حمایت میکنی و ممنونم از اینکه در خانواده بورسنما حضور داریم. بزن بریم ببینیم که داستان از چه قراره. خب دوستان دقت داشته باشید، نموداری که بر روی صفحه مشاهده میکنید نمودار شاخص کل بورس هستش. اما قبل از اینکه به تحلیل شاخص کل بورس بپردازیم، میخوام بچه‌ها این نکته رو خیلی خوب بهش دقت داشته باشید. توی هیچ بازار مالی و در هیچ نمودار مالی ما هیچ روند هموار صعودی یا هموار نزولی نداریم. اصلا یه لحظه به این موضوع فکر کنید که نمودار شما همواره صعودی بود، آیا دیگه اون بازار جذابیتی داشت؟ قطعاً خیر. آیا دیگه اون بازار نقدشوندگی خوبی داشت؟ دیگه قطعاً خیر. دوستان پس روندهای صعودی و روندهای نزولی هر دو دوست ما هستن. پس ما نباید ازشون بترسیم، بلکه ما باید زیرک باشیم، بلکه ما بایستی دقیق باشیم و هوشمند عمل کنیم که بتونیم همواره در کف بخریم، در سقف بفروشیم، در کف بخریم و در سقف بفروشیم. و اینه که برای ما معامله‌گران، برای ما تحلیلگرا، برای ما تریدرها در بازارهای مالی سود ایجاد میکنه. نه اینکه نمودار همواره سودی باشه، نه اینکه نمودار همواره به سمت بالا حرکت بکنه و هرگز دیگه نریزه. این قطعاً بالاترین ضربه رو به بازارهای مالی خواهد زد. دوستان من قصد دارم در ادامه نکات خیلی خیلی مهمی رو در خصوص شاخص کل بورس به شما بگم. پس همین حالا این ویدیو رو ذخیره‌اش کن که خیلی ساده تر و راحت تر بتونی به این ویدیو دسترسی پیدا کنی و از نکاتی که توی این ویدیو بهت میگم قطعا توی تحلیلات و توی خریدها و فروش‌ها میتونی خیلی خوب استفاده بکنی. پس همین حالا فرصت رو از دست نده و دکمه سیو بزن و این پست رو برای خودت ذخیره داشته باش. خب حالا بریم سراغ تحلیل شاخص کل بورس. ببینید دوستان، از دید تحلیل تکنیکال از بخش امواج الیوتش من استفاده میخوام بکنم و میخوام به این موضوع اشاره کنم که ببینید دوستان، از دید امواج الیوت یک روند صعودی از 5 تا موج تشکیل شده. موج 1 صعودی، موج 2 اصلاحی، موج 3 صعودی، موج 4 اصلاحی و موج 5 صعودی. خب ببینید دوستان، در نمودار شاخص ما در این نقطه یک روند صعودی، یک موج صعودی شروع شده. حالا اگه بهش روند هم نگیم میتونیم بهش موج حداقل بگیم. خب نگاه کنید دوستان، این موج ببینید این قسمتش میشه موج 1، موج 1 صعودی، این قسمتش میشه موج اصلاحی، موج 2، موج 3 صعودی و این هم میشه موج اصلاحیش. خب پس دوستان ما در ادامه بایستی بر اساس تعریفی که از امواج الیوت داریم ما بایستی یک موج 5 صعودی هم داشته باشیم که این فلش بنفش رنگ در اصل داره این صعود رو به ما نشون میده. خب حالا اینکه تا کجا صعود میکنه بهتون میگم، اما قبل از اینکه به شما بگم که تا کجا صعود میکنه میخوام به این نکته اشاره کنم. ببینید دوستان، موج 2 و موج 4، ببینید این موج 2 و این هم موج 4، ببینید چقدر کوچیکه. چرا اینقدر کوچیکه به نظر شما؟
به خاطر اینکه موج 4 و موج 2 اصلاحی یک نسبتی از موج صعودی قبل از خودش هست. ببینید این موج صعودی قبل از موج 2 هست، این موج صعودی هستش که قبل از موج 4 من قرار داره. پس ببینید وقتی موج صعودی من خودش کوچیک هست، موج اصلاحیش نمیتونه دیگه خیلی بزرگ باشه، باعث یک تناسبی بین موج صعودی و اصلاحش وجود داشته باشه. خب حالا ببینید وقتی که این 5 موج تشکیل میشه، یعنی موج 1، موج 2، موج 3، موج 4 و موج 5، خب موج صعودی من تکمیل میشه. خب موج صعودی من تکمیل میشه. درست شد؟ حالا از دید امواج الیوت میگه خب حالا تو یک موج 5 موجه صعودی کامل رو تشکیل دادی که میشه همین فلش قرمز رنگه. خب میگه خب حالا اینو به عنوان یک موج 1 در نظر بگیر. درست شد؟ پس در نتیجه تو بایستی بعدش یک موج اصلاحی متناسب با همین موج صعودی داشته باشی. پس اگر موج صعودی من که نقطه ابتداش اینجاست و نقطه انتهاش میتونه اینجا باشه این اندازه رو داره، دیگه نمیتونه اصلاحی هم مثل این قسمت داشته باشه، دیگه نمیتونه اصلاحی مثل این قسمت داشته باشه کوچیک و خیلی مختصر. نه، هرگز نمیتونه اتفاق بیفته، بلکه بایستی یک اصلاح متناسب با کل این موج اتفاق بیفته، چون حالا موج من دیگه تکمیل شده و اصلاحش بایستی نسبت به کل این موج اتفاق بیفته. پس در نتیجه ببینید ما یه اصلاحی به این شکل خواهیم داشت. حالا اینکه تا کجا میریزه این هم بهتون خواهم گفت. خب حالا دقت داشته باشید. اول ببینیم که موج 5 صعودی من که این فلش بنفش رنگ هست تا کجا میتونه رشد داشته باشه. اگر خاطرتون باشه در شاخص کل ما در این منطقه که بودیم یک امواج نوسانی رو در شاخص مشاهده کردیم که روی صفحه کاملا مشخصه. ببینید این نوسانات یک محور داره. همیشه وقتی که شما روی نمودارتون نوسان مشاهده میکنید یک محوری بر روی اون نوسان شما میتونید اعمال کنید. خب این خط آبی رنگ داره شاخص 1,600,000 رو به من نشون میده که همین محور دقیقاً همین نوسانات هم هست که میبینیم چقدر دقیق و خوشگل داره به این محور نوسانات ما واکنش نشون میده. درست شد؟ پس دوستان موج 5 من تا کجا میره بالا؟ تا 1,600,000 میره بالا. خب حالا موج 4 من که در حال حاضر ما در موج 4 اصلاحی خودمون هستیم، ببینید میتونه تموم شده باشه اما میتونه یه میزان دیگه در همین منطقه‌ای که در حال حاضر هستیم یک کمی نوسان فرسایشی داشته باشیم، میتونه هم نداشته باشیم. به هر حال اصلاحش دیگه تقریبا میتونه از دید امواج الیوت به اتمام رسیده باشه. درست شد؟ ولی این موضوع رو توی ذهنتون داشته باشید که ما یک موج صعودی به سمت بالا برای شاخص کل بورس تا محدوده 1,600,000 قطعاً داریم. حالا وقتی که به محدوده 1,600,000 رسیدیم ما حالا یک اصلاح داریم. اگه من بخوام ببینم تا کجا میریزه، ببینید من میتونم از فیبو استفاده کنم، این فیبوی این نقطه تا این نقطه رو به دست بیارم و ببینم اصلاح این موج صعودی تا کجا میشه، که من قبلا این کار رو انجام دادم برای اینکه وقت ویدیومون زیاد گرفته نشه دیگه من فیبو رو اعمال نمی‌کنم. البته من از اندیکاتور ایچیمیکو هم کمک گرفتم و این دو محدوده حمایتی رو ببینید که با خطوط سبز و نارنجی مشخصش کردم و براتون رسم کردم روی صفحه. این دو خط یا بهتره بگم این پیار زد ما در واقع با کمک اندیکاتور ایچیمیکو و در واقع خطوط فیبو در واقع رسم شده و محاسبه شده. خب پس ببینیم که حالا این محدوده توی چه بازی هست. محدوده حمایتی ما روی 1,486,000 تا 1,460,000 هست. یعنی ما اگر بخوایم یک اصلاحی رو داشته باشیم از این نقطه، یعنی از 1,600,000 تا محدوده 1,480,000 و 1,460,000 تقریبا 60،
تو این بازه ما حمایت خواهیم شد و دوباره نمودار ما به سمت بالا حرکت خواهد کرد و این دفعه ما مجددا یک رشدی رو در شاخص خواهیم داشت که ما رو میتونه به این محدوده مقاومتی برسونه. خب ببینید الان نگاه کنید، خیلی قشنگه، خیلی خیلی جذابه. نگاه کنید دوستان، این موج 1 من میشه، این موج 2 من میشه، این موج 3 صعودی من میشه که میتونه هم اندازه همین موج 1 باشه یا میتونه بزرگتر از موج 1 باشه. درست شد؟ حالا با توجه به مقاومتی که من روی صفحه مشخص کردم که باز این رو با کمک اندیکاتور ایچیمیکو مشخص کردم، ما در محدوده 1,800,000 تا محدوده 1,800,000 و تقریبا 1,828,000. خب حالا من روندش میکنم، توی محدوده 1,800,000 میگم. خب توی محدوده 1,800,000 ما مجددا یک محدوده مقاومتی داریم که موج 3 من احتمالا تا اونجا میتونه رشد پیدا بکنه. دوستان این اعدادی که بهتون میگم رو یادداشت بکنید که حواستون توی شاخص بهش باشه. خب اینا رو یادداشت بکنید، همینجوری سرسری ازش نگذرید. مجددا ما توی این نقطه احتمال یک اصلاح دیگه خواهیم داشت و بعد دوباره یک موج 5 رو استارت میزنیم و تا محدوده 2,100,000 مجددا ما میتونیم برسیم. درست شد؟ مجددا ما میتونیم تا محدوده 2,100,000 برسیم که حالا دلایلش رو در ویدیوی بعدی من خدمتتون عرض خواهم کرد. خب توی این ویدیو از دید امواج الیوت اومدیم شاخص کل رو بررسی کردیم. اما دقت داشته باشید دوستان، اگر من برم روی ADX، روی ابزار ADX هم نگاه کنم، میبینم که بله، نگاه کنید این DI مثبت هست در شاخص کل. میبینیم که اومده خط ADX رو به سمت پایین شکسته و یه مقداری هم اگر دقت داشته باشید میبینید که اینجا ADX من نزولی شده. نزولی شدن ADX یعنی چی دوستان؟ نزولی شدن خط ADX به معنی این هست که روند جاری ما که در حال حاضر یک روند صعودی هست داره ضعیف میشه در شاخص کل. حالا اینجا با شکسته شدن خط ADX توسط DI مثبت به سمت پایین نشون میده که قدرت فروشنده ها داره افزایش پیدا میکنه و قدرت خریدارها به طور کلی داره کاهش پیدا میکنه. داره قدرت خریدارها کاهش پیدا میکنه توی شاخص کل. دوستان دقت داشته باشن، این اتفاق نشون دهنده این هست که داره شاخص کل ما ضعیف میشه و آماده یک اصلاح میشه. نه اینکه الان میخواد اصلاح کنه ها، داره زمینه سازیش انجام میگیره و احتمالا این زمینه سازی دقیقا برای همین موج ریزشی هستش که ما اینجا داریم. یعنی از محدوده 1,600,000 تا محدوده 1,400,000 حالا من میانگینش رو میگم تا 1,450,000 تقریبا میتونیم یک اصلاح داشته باشیم. خب دوستان این ویدیو واقعا مهم بود. ازتون میخوام که این ویدیو رو برای تمام دوستان بورسی خودتون به اشتراک بگذارید تا اونها هم مطلع باشن که دارن توی شاخص چه اتفاقی میفته و خودشون رو برای یک اصلاح در شاخص به زودی آماده بکنن. ممنونم که از پیج بورسنما حمایت میکنی. ممنونم که با اشتراک گذاشتن این پست ها به رشد بورسنما کمک بسیار زیادی میکنید. از اینکه با من تا انتهای این ویدیو همراه بودید خیلی خیلی سپاسگزارم. ارادتمند شما، علیرضا رئیسی.